سلام دوستان، اومدیم دوئل با یک کسی که ادعاش میشد. خیلی ادعاش میشد. حالا میریم یه دست باش میزنیم ببینیم چی شده. خیلی ادعاشون شده قرار اسنایپ گذاشته بودیم. اگه چیز دیگه برداره که نوبه. من بزن رو اسنایپ. نه اوکی. خب 3-2 فعلا عقبم. و قرار باشیم که هم اکانت دوم بیام دیگه. تو اکانت دوم هیچی ندارم متاسفانه. خب جلو افتادیم. تعریفشو شنیده بودم. موسیقی با اون که کارش خیلی مطلوب باشه. خب 6-5 شده هنوزم جلویم. یه پشت سر اومد و زد. اوه اولا که اتکلون اصلا گیرون نیست، قیمتش خیلی مناسبه. گرفتی بالا وایس اینجا اتفاقا یکی از ویژگی‌های اصلیشه. حس میکنم یه چیتی روشن کرده. نه اوکیه. میرفت خیلی سرعتش زیاد شد. بادی کلون گرفتی اینجا همه اتکلوناش اصلی قیمتی نمانی 10-7 عقب افتادم. سلام خوش اومدید. یه اتکلون برای خودم می‌خواستم یکم برای همسن. من چند تا
8 اجازه دیلشو بردارم چون دیل من اصلا خوب نیست، خیلی ضعیفه. ده وای وای 12 وای 13 11 قرار وای من دیل برداشتم کمی بد باز میشه ایمش. خیلی اسنایپر همشون ضعیفه، هی مجبورم اسنایپرشو بردارم. خب 15 رسیدیم به 5 تای آخر. وای اسنایپر دیگه هم نداشتم. خب خودش زد خودش مرد، منم با نید خودش مردم، زد جفتمونو کشت. وای 19 وای هی میشینه. بازی تموم شد، تا یه فیلم دیگه خداحافظ.